نوت کوین چیه که این روزا این همه سر صدا کرده و این همه آدم دارن باهاش استخراج میکنن و میگن قراره باهاش پولدار بشن؟ نوت کوین در اصل یه میم کوینه. میم کوین یه سری ارزهای دیجیتالن که بر پایه یه شوخی یا یه میم ساخته میشن که سردستشون هم دوج کوینه که بر اساس یه میم ساخته شد و ایلان ماسک ازش اومد حمایت کرد. داخل صرافی و قیمتش ووش رفت بالا، خیلی‌ها داخلش پولدار شدن. همینجوری آسون و راحت. نوت کوین هم خیلی‌ها میگن همین اتفاق قراره براش بیفته. چه حساب دارن این حرفو میزنن؟ فعلا که نه هیچ جایی لیست شده نه قیمتی داره و استخراج کردنش هم که در حد یک کلیکه، همینجوری کلیک می‌کنی استخراج می‌کنی. برای این اساس این حرفو میزنن که در عرض چند روز اولیه که معرفی شده بیش از 10 میلیون نفر کاربر گرفته و روزانه چند میلیون نفر کاربر فعال داره. و از همه مهمتر سازنده اصلی تلگرام خودش داخلش اسکواد داره و جزو اولین نفراست و حمایتش این شکلی ازش نشون داده. از اینم مهمتر صرافی مثل بایننس هم داخلش اسکواد داره و ازش داره حمایت میکنه. همین شواهد کافیه که به زودی لیست میشه و یه قیمتی پیدا میکنه. خیلی واردش نمیشن، میترسن کلاهبرداری باشه. در اصل هیچ